بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لأهله و الصلاة علی اهلها. به همه حاضرین محترم و مهمانان عزیز و سفرا و دیپلمات هایی که در افغانستان تشریف دارند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و به همه خوش آمدید میگم. خوش آمدین و خدا کنه که در افغانستان از هوای بهاری کابل لذت ببرین، در اینجا وقت خوب داشته باشین. برای شما بهتر معلوم است مهمانان عزیز، بعد از حاکمیت امارت اسلامی افغانستان الحمدلله در افغانستان امنیت تأمین شده است. همه افغان ها با هم برادروار بدون کدام تبعیض با هم یک جا زندگی دارند. مواد مخدر که دشمن بشریت و دشمن همه بود از افغانستان برچیده شده است. تجارت، زراعت، قاچاق، استعمال همه از این منع شده است. و یک پدیده و یک فتنه دیگر که فتنه داعش و آیسیس بود، الحمدلله در افغانستان بسیار مبارزه قوی صورت گرفته است. در همه نقاط افغانستان به نام داعش و آیسیس چیزی وجود ندارد و فساد اداری ختم شده. آزادی مطبوعات کلا جریان دارد و در اینجا الحمدلله وطندارای اهل هنود ما یا سیک ما که در اینجا به حیث یک اقلیت وجود دارند، همه مراسم و مناسک مذهبی اونها آزاد است. به شکل با امنیت کامل در اینجا زندگی دارند و تداوی معتادان صورت گرفته است و تخمینا 1 میلیون مهاجر در این اواخر در افغانستان به شکل اجباری اخراج شدند و اونا به صورت صحیح مدیریت شده است. با احترام از این فرصت ما برای شما اطمینان میدم که امارت اسلامی افغانستان با همه همسایگان، با کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه، با همه خواهان روابط مثبت و روابط نیک هستیم و می خواهیم که افغانستان یک کشور اقتصاد محور باشد و با امورات داخلی هیچ یکی از کشورها نمی خواهیم مداخله داشته باشیم و از دیگرها هم بالمقابل همین چیز می خواهیم که در امورات داخلی افغانستان مداخله نداشته باشند. و یک بار دیگر ما کدام حملاتی که در این اواخر کشور همسایه ما جمهوری اسلامی ایران و همچنان در جمهوری اسلامی پاکستان و در کشور روسیه صورت گرفته است، ما بسیار در این مسئله غمگین هستیم، خفه هستیم و این را ما تقبیح میکنیم. و کدام حمله که در پاکستان صورت گرفته است، در این تعداد جانهای همسایه دوست ما چین در اونجا از دست دادن، ما از این واقعا خفه هستیم. کدام حملات بیرحمانه‌ای که در غزه از طرف صهیونیست ها صورت میگیرد، در اینجا ملت مظلوم فلسطین که اونا میخواهند در خانه خود زندگی داشته باشند، اونا قتل عام میشوند. ما ایرا کلا به تمام معنا تقبیح میکنیم. کدام حملاتی که خلاف همه اصول بشری و اصول بین المللی در غزه صورت میگیره، این تمام نظم و قوانین بین المللی را زیر سوال برده است و همچنان یک رویه دوگونه جهان را بر علیه مسائل بین المللی واضح می سازد. و همچنان داعش یا آیسیس دشمن مشترک همه بشریت و همه ما هست. در افغانستان الحمدلله با تمام معنا محکوم شده، از بین برده شده است. متاسفانه توانسته است در منطقه، در بعضی کشورهای منطقه یک تعداد افراد را با خود جذب بکند، منطقه را ناامن بسازد. ما به خاطر جلوگیری از فتنه داعش ضرورت است که همه کشورهای همسایه، منطقه و فرامنطقه با هم تفاهم قوی و نزدیک داشته باشند. در حالی که افغانستان در زیر بندیزها است و دارایی افغانستان در اونجا محدود است، در این حالت مهاجرین افغان از کشورهای مختلف به شکل اجباری اخراج می شوند. این می تواند به امنیت منطقه رول منفی داشته باشد. امنیت و ثبات افغانستان نه اینکه برای افغان ها مفید و مثبت است، بلکه برای همه همسایه ها، برای کشورهای